واس کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الیکسی هستم و از همینجا سلام میکنم به همه فارسی زبانان عزیز که امیدوارم هر جای این دنیا هستی حال دلت خوب باشه. اول از همه یه عذرخواهی بکنم، من یه خورده سرما خوردم، از این زیر چشام اگه دقت کنید اصلا کلا کبود شده، یکم ضعیف شدم. اگر یه خورده صدام بد هستش به بزرگی خودتون ببخشید. اول از همه یه چیز خیلی مهمه، یه ویدیو کوتاهه، بریم با هم دیگه ببینیم برگردیم. خب چیزی که میخواستم باتون به اشتراک بذارم یعنی صفحه اصلی منه. ویدیوهایی که میبینید یه سریاشون با فلش نشونتون میدم، اینا کپی رایت خورده. سهراب سفرزاد، خانم نگینا، مادا دوف، اینا همشون متاسفانه کپی رایت خورده و از این خواننده‌های عزیز، یعنی دوباره اینجا ستای دیگر رو بهتون نشون میدم. این خواننده‌های عزیز دیگه من نمیتونم از این ریاکت برم چون خب کپی رایت میخوره و دیگه ویدیو به درد نمیخوره. خانم نرگیسا هم هستش که اینجا من رفتم، اینجا الان دوباره دوتای دیگه هستش، مال سراب سفرزاد و خانم نگینا که متاسفانه کپی رایت خورده و نمیشه دیگه روشون ریاکت. خب دوستای عزیز، یه سری تو کامنت ها واسه من نوشته بود که من خیلی وقتی واسه ویدیو گذاشتم و چرا اینو ریاکت نرفتی؟ به خاطر قانون کپی رایت یه سری ویدیوها رو نمیتونم من ریاکت دارم. الان بهتون توی این ویدیو کوتاه دیدین 10 تا از ویدیوهای من که روشون زحمت کشیدم، ریاکت رفتم، نشستم ساعت‌ها اینا رو ادیت کردم، متاسفانه کپی رایت خورده و دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ چون باید یه سری از جاهاشون رو حذف کنم. خب تمام مزه ریاکتم یعنی که یک ویدیو کامل دیده بشه. حالا حساب کن 1 دقیقه 2 دقیقه‌اش یهو بیادش حذف بشه و پاک بشه، این خیلی بد. امروز اومدیم به درخواست شما عزیزان یه آهنگ از رستم عزیزی به نام مادر، اینو ریاکت برین روش. چون اسم این ویدیو به نام مادر هستش اصلا برام مهم نیستش که کپی رایت بخوره. این ویدیو رو ریاکت میریم و این ویدیو رو تقدیم میکنم به همه مادرها هر جایی که هستید. امیدوارم که سالم و سلامت باشید، سایتون بالا سرمون باشه، مخصوصا مادر عزیز خودم. دوستت دارم، عاشقتم. این ویدیو تقدیم به خودت و همه مادرهای دنیا. بدون معطلی، وقتتون رو زیاد نمیگیرم، بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. таронаи рустам барои ҳама модарони азизу меҳрубону фариштаҳое ки дар рӯи замин ҳастанд. модарони азиз, шуморо дӯст медорем. واقعا مادرای عزیز، شما رو دوست می‌داریم، فرشته های روی زمین. مثل اینکه کنسرته و لایوه، خیلی باحاله. بریم ادامه. шуморо қадр мекунем ва мефахрем ки мо фарзандони шумо ҳастем. هی مادری من، مادری غم خواره من، از دستی دعا یه تو بود چاره من سجده کنم بر قدمت روز و شبا، بهر تو بود سوی خدا زاره من. به 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 به. مادری هم تو صحنه بود داشتش گریه میکردش. آخه قربون همتون. بریم ادامه. شب‌های تنهایی بالینی بی خوابی، دستت با بالای سرم مادر نمیخوابی. واقعا مادرها چقدر به خاطر ما نخوابی کشیدن و چقدر اذیت شدن، چقدر زجر کشیدن تا ما بزرگ شدیم. قدر مادرامون رو بدونیم.
بریم ادامه. مادر گلم قربونت برم. با الگویی ها، با مهربانی ها، عمرت خزان 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 شد مادر برای ما. عمرت خزان 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 شد مادر برای ما. ای خدا تو نوری قلبم را، تو ماهی راهم را، تو سرپناهم را، مادرم را نگه دار. اصلا دلم نمیاد ویدیو رو قطع کنم، اصلا دلم نمیادش، ولی به خاطر داستان کپی رایت و اینا باید هر چند دقیقه یه بار قطعش کنم. این ویدیو رو اصلا دوست ندارم قطعش کنم، ولی خب مجبورم. بریم ادامه. ای خدا نامون شانم گیر، پای روانم گیر، از من تو جانم گیر، مادرم را نگه دار. از من جانم رو بگیر و مادرم رو نگه دار. دستی دور وا میکنی سوی خدا، جانی مرا سازی رها از هر بلا. دستی دور وا میکنی سوی خدا، جانی مرا سازی رها از هر بلا. مهرت بدل ای خوش کلام، ای خوش نوا، جان مادرم تو بهتری، تو بی بها. واقعا تو بهترین. مادرها فرشته های روی زمینن، هیچ شکی درش نیستش. قد خوبه و محبت. جان مادرم تو بهتری، تو بی بها. ای خدا تو نوری قلبم را، تو ماهی راهم را، تو سرپناهم را، مادرم را نگه دار. ای خدا نامون شانم گیر، پای روانم گیر، از من تو جانم گیر، مادرم را نگه دار. چقدر اونایی که توی صحنه نشستن ساکت و آروم دارن لذت میبرن از موزیک، اصلا کاملا مشخصه. شکر زفت شود. عزیزان، از همه قیمتترین در روی عالم البته که مادر است. هر باره که نگاه میکند، دعا میگوید، شب
نیمه شب و ساعت نگاه نکرده زنگ میزند فرزندم در کجایی؟ فرزندم در کجایی؟ هر باری که زنگ تلفن میشود بعد ساعتی 10 شب تنها مادرم زنگ میزند که در کجا هستم. سند که تشکر زیاد، سند که بسیار راهی دشوار است، شب‌های و روزهای زیاد را طلب میکنه که مهنت کنی که برای شمایان عزیزان طبع شمایان خوش باشد. شب و روز در استودیوی در دیگر جا میگذرد. راستی بسیار دوستش دارم، بسیار دوستش دارم. مادر جان عزیزی من که در اینجا حضور دارد، خدمات نور دیده و چجا خوش آمده. خوش آمده و چجا. اول تشکر و چجا. اول خداوند، دویم مادر است که دعای این او را من به اینجا آورد. نزد این قدر شمایان عزیز زحمت میکشم جا میکنم. تشکر الفا، تشکر. این برای یک دیگر مادری من. شما مادر جا خوش آمده. همه تا خوش آمده تو. یکی را چقدر خوبه که آدم قدردان باشه. در جهان دلبر عزیز است، یکی را در جهان دلبر عزیز است، یکی را مال و سیم و زر عزیز است، یکی را مال و سیم و زر عزیز است. عزیزان 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 از همه موجودی عالم، مرا مادر مرا مادر مرا مادر مرا مادر عزیز. مادر جان خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده عزیز. همینجا دستتو میبوسم مادر گلم، عشق منی، خودت که میدونی دوستت دارم. باوری دارم که هر یکی ما مادر و پدر خود رو شونین که من دوست میدارم، شما نیز دوست میداره. ولی عزیز خوش آمدید، خوش آمدید. نور دیده تاج سر. در اینجا حاجی های هستن، مادرای عزیز شما هم خوش آمدیتون، قدم رجا کردیتون، باعث افتخار از دیدار هر یکی شما. باری دیگر خوش آمدیتون. مادرای گل، مادر خودم، دوستتون داریم، عاشقتونیم. فدای همه مادرای دنیا. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من بودید. ویدیوی کاملا احساسی، پرشور. آخر تمام ویدیوهای دیگه هست که بهتون معرفی میشه که اگه دوست داشتید رو ببینید، به دوستای دیگه‌تون هم اشتراک بذارید. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعد.